از دور و نزدیک اومده. مقصد رفتن آمدن ما طلبش دیدار است، ورنه در همه جا نان و نمک بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه خوش گذرد نیمی نفس بسیار است. برادران و مهمونا از دور و نزدیک اومده، قدوم مبارک شما را به این درگاه، به این دهه کمرو اصحاب نورد، دهه شلمک که بسیار برادران هستند. ما امروز به خاطر برادر ما که امروز کرامت الله که ما را دعوت کرده است که این معرکه امروز را بگذرانیم. کرامت الله جان برادر عزیز، الهی در دو عالم حاجتت با روا باشد، بیا بی مقصدت در دل که در دل مدعا باشد. من از اخلاص به درگاه خداوند شب و روز چنین گویم، تنت به درد و نگهبان جانت خدا باشد. مهمانان عزیز از دور و نزدیک اومده میگن که خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است، با ادب شین که خاصیت مهمان ادب است. چشم بکشا ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی سوره قرآن است. امروز قدوم مهمان در این درگاه همه شما را خیر مقدم میگویم. باید مهمان که برای یک جا که آمد باید که عزت احترام خدا به جا بیارد. خوش آمدید. از نام رئیسان همین معرکه وای کردن که کسی که راهبران همین کمانده هم بیا خدا رو نمیز کنن که البته میدونن که وقت کم است، ساعت هم خودش در 11 کار کنه کنیم کار ما دوام چی از شوله، از یشم، از ورزگون، از پینگون قبول میکنیم. بیل چیموس وای کنیدم و معرکه ما دوام چیم میمونا ای دور و نزدیک اومدگی وای کنه روی خط کردین اینو مخدو شدن اینجا ولی هم روی خط نکردین.